یگان بار سر وقت میکنم تماما یگان سر لباس پول یگان چی روید نمیکنه که من فرزند دارم یگان بار دیگه شاید همین نواری مرا بینامت روش میسید دیگه تو یگان بار عکس تا صورت دیگه کلان شاید بعد هم پدرت که نگاه بینید نمیکنه نگاهش میکنید برای چی؟ برای که تر در وقتش نگاه بین نکردی سیم از اون با مادر کشتی سیم اگر فقط در قنات مادرت میشه برای تو که نیم به پدر بودن مادر داری ای همه در شگر ای همه در شگر دیدن دوستان عزیز جدا شوی پدر و مادر از همه وزن برای فرزند میشود برای زن برای شوهر نه این شیربچه‌ها این خواهرچه‌های عزیز مفکورشون ویران میشوند برای که یا محتاج به یک جایگی اویله دارن وقتی که اویله پوینده باشه فرزند هم خوب به اویله میرسه برادرها دیدین ملادیس شما هیچ وقت زیغ نشین کلام میشه در قنات اوچاد راست میشه دستگیریش میکنه برای مادر دیگه شیر علموار میدونی ها تو چی گریه میکنی؟ بچه کلان میشه فخر میکنی با در قنات مادر جانت میشه یک بچه ای؟ یک بچه بیاد دختر کجا بیا؟ مایرا جان شب کردم یه شیر این هم خواهرت های؟ ای قومی به هج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی این همیست میگم که خواهر جانم تو یگان مایده زیر نشه انشاءالله اینا محترم جناب عالی اسید این قدر غمخوری این قدر مهربانی را برای شما کرده اینا ما برادرایی که هستیم همین خیلی میکنیم خیر میکنیم دستگیری میکنیم اگر شما کلانش نه با همین خیلی نفرانی که همین خیلی مکتب اینترنت ها میخوانن به پدرم به مادرم شما چیکار میکنین با دست کمک دراز میکنین نه همین کارا میکنین خیلی که نختون عذاب کشیدین برای شما به پدرش کنین اگر یک اوله میشن که از شما دیگران چیکار کنن درس عبرت بگیرن نمونه دیگران شنا دیدین ملادیس یگان مایدا فرزند دیگه نکنه خرسان چنین انشالله که خوشبختی شما در پیش آید فهمیدین یکی همین مبادا همین نوار پدرت بینه با پدرت یگان چی گفتنی نیستی هم یگان چی گفتنی نیستی با مادر جان چی با مادر جان یگان چی میگوی شاید همین نواری مرا مادر جان تماشا کنه یک سلام علیک میکنی همراه مادر جان چیش میگه برای مادر یگان شعر نمیدونی که یک شعر قرائت کنی در وصف مادر هم نمیدونی در وصف چی شعر میدونی هیجان ده هیجان نشه شما زیغ نشه همش حسنی در پیش بیشی بچه شد بیشی اینجا در یتیمی کل کیه به پدر به مادر هستن در بچه به پدر به مادر هستن کل اکل مکتب در بولویوان کلامه آنه اینجا تو چرا ایزی اینجا در رنگی انا می دلارچه از من یگان تنها می خیلی نفری هسته که علمدار باشه اینی خواهرچوی من تو اینجا بیا خواهرچو بیا خواهرچو بیا یا دو کسا سه نفرم یا نمونه السلام علیکم نونو چه خواهرچو؟ هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماره هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شماره